در این روزهای پاکی و شکوفایی و فصل سبزیش و رویش که راست آمده بر روز مادران، از فرشتگان مهر تمنا داریم که آستان و آشیان دل و روح مادران ما را باز هم نورانی، پرفیض و فرحمندتر گرداند. اینجا میشنویم محبت نامه یاسمن شاکر و مطرب انسمبل چمن فیلارمونی دولتی به نام اکا شریف جورایف را. فرصت مناسب استفاده نموده کل مادران عزیز را با فرارسی جشن مادران تبریک و مبارکباد میگویم. میخواستم بهر مادران عزیز یک شعر را قرائت کرده باشم که محض به این روز بخشیده شده است، گرچنده که ما هزاران مهر و صمیمیت خود را با واسطه شعر و غزل سخنها ابراز داشته باشیم، لیک یک شبه رنج مادر را جبران کرده نمیتونیم. بله، به این سبب میخواستم یک شعر را قرائت کرده باشم و هدیه ما طریق رادیوی فرهنگ همچون به کل مادران عزیز است. مادرم، در روز عیدت من چه را سوغا کنم؟ مهر پنهان دلم را من چه سان افشا کنم؟ گر متاع تحفه بنمایم گردد بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز می گردد خزان. پس چرا در روز عیدت تحفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان؟ مادرم، من تحفه بر تو می کنم این شعر خود تا که باشد جاویدان و جاویدان گردد سرود. مادران عزیز، همیشه صحت و سلامت در بالای فرزندان، همیشه دوگو و خوشحالی و خوشبخت و سلامت بمانید. روز مادران مبارک. این نوازشی که با ساز موسیقی قانون اجرا می شود هدیه به روز مادران با کل بانوان و کل مادران سرفراز و فرخنده تاجیکستان عزیزم است. خود را ادای مادری غمخوار میکنم، سجان فدای دیدنی دیدار میکنم، سجان فدای دیدنی دیدار میکنم. جانم نثاری زحمتی شب زنده داریش، جانم نثاری زحمتی شب زنده داریش. سر را به پایین گلی بیخار میکنم، خود را ادای مادری غمخوار میکنم.
روزگاری خوشش بی غرور باد بینم مدام چهره خندانی مادرم خود را ادای مادری غمخوار میکنم سجان فدای دیدنی دیدار میکنم